کتابخونه‌ای که در اون هستم 2-3 سالی بیش نیست که ساخته شده، اضافه شده به کاخ نیاوران. علاقه به خصوصی به این کتابخونه دارم چون با یک سبک جدیدی تزیین شده و بعضی از افراد هم در این کتابخونه میپذیرم. کتاب‌هایی است که متعلق به کتابخونه خصوصی شاهنشاه بود، به اضافه کتاب‌هایی که متعلق به خود منه و بعداً جمع‌آوری کردم که راجع به تمام دنیا هست و به خصوص راجع به ایران با یک مقدار نسخ خطی که مربوط به ایران میشه. در این کتابخونه بعضی وقتا مهمانی‌های خصوصی هم داریم و شاهنشاه هم که خوششون میاد از این کتابخونه و در اونجا من اشیاء هنری که بهش به خصوص علاقه دارم از مجسمه یا نقاشی در اونجا نگه می‌دارم. امروز شهبانوی ایران یه اسم تشریفاتی نیست که کسی در قصر نشسته باشه و با جواهراتش بازی بکنه یا زیر سایه درخت‌ها لم بده. امروز شهبانوی ایران هم مثل خود پادشاه ایران و هر فرد ایرانی دیگری باید هم وظایف معینی را انجام بده و هم اضافه بر اون وظایف خیلی روشن که برای هر کسی مسئولیتش ترسیم شده یه وظایف اضافی که اسمش میخوام بذارم در واقع وظایف ملی، میهنی و وجدانی انجام بدن. شهبانوی ایران هم امروز همین کار میکنه و من فکر میکنم موضوعی است که احتیاج به توضیح من نباشه، همه اطلاع دارن. در این مدت نماینده حالا نه فقط زن ایرانی و نماینده ایران جدید در لباس زن، اونم در لباس شهبانوی چه کارهایی رو انجام داده است و